بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. خب ادامه سوره بقره از آیه 41. البته اینجاشون آیه 41 و آیه 40 مربوطه. آیه 40 رو هم دوباره میخونم که گفته بود تو ویدیو قبل خوندم و گفته بود: ای فرزندان اسرائیل، نعمتهایم را که به شما ارزانی داشتم به یاد آرید و به پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم و تنها از من بترسید. و این نکته هم خیلی مهمه که گفته خداوند گفته تنها از من بترسید. چون میدونیم که اسرائیلی‌ها خیلی ترسوان، از همه چیز میترسن، از همه کس میترسن. مثلا یکی از دلایلی که هی میخوان غزه رو زمینه بکنن و نمیدونم هی توافق غزه رو قبول نمیکنن به خاطر اینه که هی میترسن، میگن نه این برای ما خطره، این نمیدونم فلانه. یعنی آدم های خیلی ترسویی هم کلا. یکی از دلایلی که تا الان هی مخالفت کردن و گفتن که نه مثلا این غزه باید کاملا اصلاح بشه و فلان و بهمان و اینا، وگرنه بالاخره تا الان باید با یکی از این طرح‌ها موافقت میکرد. حالا الان با این طرح ترامپ موافقت کرد که اونم باز میبینی داخلش کلی مثلا تضمین به اسرائیلیا داده شده بیشتر، یعنی اینقدر ترسوان که کلی به اینا تضمین داده شده که آها مثلا جانب غزه هیچ خطری شما رو تهدید نمیکنه. در اگه واقعیتی که وجود داره اینه که خب خطراتی که از جانب غزه شما رو تهدید میکنه به خاطر کارهایی که خودتون با غزه کردین، خودتون با مردم فلسطین کردین کلا. وگرنه اونا که همچین کاری همچین 7 اکتبر اصلا اتفاق نمیافتاد. شما اگه درست رفتار میکردین با مردم فلسطین، اونا هم با شما درست رفتار میکردن. شما وقتی مثل سگ پاچه میگیری بعدا نباید انتظار داشته باشی طرف مقابل مثلا با تو رفتار دوستانه ای داشته باشه. اونم بعد میاد مثلا یه اتفاقی مثل 7 اکتبر رو رقم میزنه برای تو که حقت هم بود، واقعا حقت بود و بیشتر از اونم حقت بود. تو یعنی با اسرائیل دارم صحبت میکنم، شما تو قبل 7 اکتبر به شدت با فلسطینیا بد رفتار کردین و اینو همه میدونن. بچه های فلسطینی رو اذیت میکردن، به زندان مینداختن، بچه های 10 ساله حتی زیر 10 سال رو به زندان مینداختن. خب این کار رو میکردن، بعد فکر نمیکردن یه روزی مثلا شاید یک حادثه ای مثل همین 7 اکتبر براشون پیش بیاد. یعنی کاملا مشخص، اصلا احتیاجی به توضیح نداره که اتفاقی که توی 7 اکتبر براشون افتاد حاصل کینه هایی بود که خودشون کاشته بودن تو دل مردم فلسطین و انتظار دیگه هم نباید از این بود. مثلا انتظارشون چی بود؟ مثلا فکر کرده بودن زورشون خیلی زیاده، هر غلطی دلشون بخواد میتونن بکنن. نه اینطوری هم نیست. دیگه زور زیاده هر غلطی دلت بخواد، بعد اینطوری هم جوابتون میده طرف. این تو اگر با فلسطینی‌ها درست رفتار میکردی و زورگویی نمیکردی قبل 7 اکتبر رو میگم، اصلا اتفاق 7 اکتبر اصلا رقم نمیخورد. اما تو چیکار کردی؟ تو بد رفتار کردی، زورگویی کردی، اومدی از خانه هاشون انداختشون بیرون، خانه هاشون خراب کردی بدون هیچ سندی، بدون هیچ توجیهی، فقط همینجور ما از زورم زیاده میخوام خانه های شما رو خراب کنم. خب این کارا بعداً عواقب داره.
بله، شما داری یه ملت رو اینجوری اذیت میکنی و انتظار داری اونا هم با تو مثلا دوستانه رفتار بکنن. خب تو یا مغزت معیوبه یا هم که انتظارت خیلی زیادیه. نباید چنین انتظاری داشته باشی. الانم من باز دارم همونو میگم این اسرائیلیا الان که میترسن شاید دلیلش اینه که خودشون میدونن چه گندایی زدن و به خاطر همین میترسن که فلسطینیا دوباره ازشون انتقام بگیرن در حقیقت، و اینکه هی میخوان سلاح رو در بیارن از دست چی به خاطر همینه، چون خودشون میدونن چقدر به حساب خشم ایجاد کردن دیگه. حالا بقیه دنیا رو میخوان سرشون شیره بمالن بگن اینا تروریستن، فلسطینی‌ها تروریستن، ولی دیگه سر خودشون رو که نمیدونن شیره بمالن، خودشون میدونن چه غلطی کردن و به همین ترتیب میخوان هر طور که شده، آره، یعنی میترسن که فلسطین دوباره بخواد انتقام بگیره. خب فلسطین اگر به اینا تضمین بده که ما دیگه انتقام نمیگیریم، شاید اینا بالاخره یک مقدار از اون حالت ترس خارج بشن و دیگه بالاخره توافق رو قبول کنن، چون مشخصه که بدجور ترسیدن. باید هم بترسن البته. و اینطوریه. بعد آیه بعدی میگه و بدان چه نازل کرده ام که معید همان چیزی است که با شماست ایمان آرید و نخستین منکر آن نباشید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و تنها از من پروا کنید. خداوند 2 بار هی میگه که و تنها از من بترسید و باز دوباره اینجا میگه که و تنها از من پروا کنید، یعنی بازم میگه دقیقا تنها از من بترسید، یعنی داره تاکید میکنه بهشون، میگه تنها از من بترسید. پس اینجا میگه و بدان چه نازل کردم که معید همان چیزی است که با شماست، یعنی این قرآن. خب و کلماتی که کلا خداوند نازل میکنه، خب که معید یعنی تایید کننده، فکر میکنم مصدقاً یعنی تایید کننده، یعنی تصدیق کننده یا تایید کننده همون چیزی است که باشه، همون چیزی است که با شماست. چیه؟ روایت های شما. برای صهیونیست و یهودیای روایت های دارن، این تایید کننده اون روایت ها، تایید کننده این هست، خودشون هم میدونن که هست، به علاوه همون کتابشون تورات، تو اونم باز تایید کننده این هست، اونا باز خودشون هم میدونن، اونایی که خونده باشن میدونن که هست. و بعد اینجا خداوند میگه ایمان بیارید و نخستین منکر آن نباشید. این نخستین کسی نباشید که در جمع عمومی و جامعه بین‌المللی این رو انکار بکنه. و حق را به باطل در نیامیزید و حقیقت را با آنکه خود میدانید کتمان نکنید. حق را به باطل در نیامیزید، منظور خداوند اینه که حقیقت رو، اینجا هم ادامهش گفته دیگه، با آنکه خود میدانید کتمان نکنید. حق رو به باطل در آمیختن یعنی همین، یعنی قسمتی از حقیقت رو میگه و قسمت دیگهش رو نمیگه و پنهان میکنه. حقیقت رو با آنکه خود میدانید کتمان نکنید، حقیقت رو بگید، اون چیزی که باید بگید و بگید. چرا قایم میکنید؟ و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید. نماز هم که همون درخواست از خداه،
پس زکات هم همون کمک کردن به فقرا میشه، یعنی پول خوردی که شما به فقرا میدی این میشه زکات. و زکات برای پاک شدن از گناهان. شما هر موقع حس میکنی مثلا یعنی میخوای که از گناهت پاک بشی، باید پول بدی. به کی؟ به فقرا، به کسایی که نیاز دارن. و با رکوع کنندگان رکوع کنید. این که میگه خداوند با رکوع کنندگان رکوع کنید، منظور اینه که متکبر نباشید. یعنی مثلا نه اینکه مثلا هر کی اینجوری رکوع کرد. رکوع منظورم این نیست که اون رکوعی که توی نماز میکنن، یعنی مثلا اینطوری که خم میکنن سرشون، این میشه رکوع. الان من اینطوری کردم، این الان میشه رکوع. رکوع یعنی این که خداوند میگه با رکوع کنندگان رکوع کنید، یعنی شما هم مثل بقیه آدما که رکوع میکنن متکبر نباشید. چون کسایی سرشون رو خم میکنن، حالا نه در برابر هر کسی، ولی که مغرور نیستن و آدمای متکبرن که رکوع نمیکنن. مثلا کسایی که در برابر خدا سرشون رو خم میکنن، کسایی که در حقیقت خاشع هستن و متکبر نیستن. و اینجا خداوند میگه که یعنی شما هم اینطوری باشید، یا مثلا در برابر فقرا سرشون رو خم، در برابر آدمای نیازمند، در برابر دوستان خب رکوع میکنن، ولی متکبر نیستن. این به معنی این. آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید، با اینکه شما کتاب را می‌خوانید؟ آیا نمی‌اندیشید؟ حالا اینجا البته خداوند فقط بنی اسرائیل هم نمیگه، اینجا مثلا خود این آخوندای خودمون هم داره میگه که میگه شما میاین مردم رو به نیکی فرمان میدین. مردم مثلا این کار رو انجام بدین، این کار خیلی کار خوبه، و خودتون همون کار رو انجام نمیدین. مثلا کسی که به عدالت فرمان بده، بعد خودش دزد باشه. مثلا دزدی که مثلا بیاد حرف از عدالت، قاتلی که بیاد حرف از حقوق بشر بزنه. مثلا این برای نتانیاهو و اینا میگه خودتان مردم را به نیکی فرمان میدهید، بعد خود فراموش میکنید. قاتلی که میاد حرف از حقوق بشر میزنه، حرف از نمیدونم حقوق زنان میزنه. و چند تا زن رو شما توی غزه کشتین؟ چند تا بچه بیگناه به قتل رسوندین؟ بی خود نیست که میترسن دوباره فلسطینی‌ها ازشون انتقام بگیرن، خودشون میدونن چه غلطی کردن. خب این میگه که بعد میایین حرف از حقوق بشر میزنین و نمیدونم از این ستاره ها میچسبونین به خودتون تو سازمان ملل و نمیدونم ما هولوکاست شدیم و مردیم و فلان و این ادای مظلوما رو در میارین و نمیدونم مسخره بازی. خب ببخشید شمایی که این اتفاقات و مثلا هولوکاست و اینا رو برای خودتون بد میدونستین، خب چرا برای یک مردم دیگه خوب میدونین؟ شما اونو برای خودتون بد میدونستین. نمیدونم مردم رو مثلا حقوق بشر رو اینجور چرت و پرتا رو اصلا به خاطر همین مثلا شاید بنیانگذاری کرده باشن، چون میدونیم که سازمان ملل فکر میکنم مثلا همون موقعی که تشکیل شد یک چند سال بعدش اسرائیل تشکیل شد، یعنی اصلا شاید به خاطر همین بوده. خب بعد میان خودشون اون چیزایی که مثلا میدونن چیز خوبیه رو میگه ها مردم اینا رو انجام، مردم جهان اینا رو باید انجام بدین، حقوق بشر، حقوق زن. بعد ولی خود ما اونا رو اصلا ما هم باید ما هر چقدر دلمون بخواد بتونیم آدم باشیم. چطور برای بقیه خوب انجام بدن ولی برای با خودتون خوب نیست انجام بدین، شما میتونید انجام ندید. این دیگه مسخره است دیگه.
پس اینجا میگه و خود را فراموش میکنید و حالا که کتاب خدا را میخوانید چرا اندیشه نمیکنید؟ چرا تعقل نمیکنید؟ و از شکیبایی و نماز یاری جویید و به راستی این گران است مگر بر فروتنان. ببین اینجا خیلی نکته مهم. اینجا میگه که خداوند میگه که از صبر و نماز یعنی همون متوسل شدن به خدا. یعنی شما وقتی از خداوند درخواست میکنین اون چی که تو دلتون هست رو وقتی میریزین بیرون، شما وقتی دارین با خداوند صحبت میکنین و اون چی که در حقیقت تو دلتون هست رو میگین، این خیلی کمک میکنه و البته در این حال باور دارین که خداوند رو میشنوه. کسی که باور داشته باشه این خیلی کمک میکنه. به خاطر نمیگه از نماز یاری بجوید، منظور این که شما وقت دارین درخواست میکنین از خداوند، چون نماز به معنی درخواست کردن از صلات، این حرفا رو که میزنین دلتون با خداوند صحبت میکنین و درخواست میکنین، این آروم میکنه آدم. البته کسی که واقعا باور داره و باور داره که این دعا شنیده میشه. و از اون طرف از شکیبایی خداوند یاری، از صبر یعنی اینکه از خدا، فکر میکنم این میتونه معنی باشه که از خداوند درخواست صبر بکنید که صبر شما رو زیاد کنه. خداوند میتونه این کار رو بکنه دیگه، این صبورتر بشین. فکر کنم احتمالش منظور این باشه. و به راستی این گران است مگر بر فروتن، یعنی این خیلی کار سختیه که شما ببینیم مگر بر خاشعین، یعنی کسایی که مخالف متکبرین، یعنی کسایی چون شما وقتی که میای با خداوند درد و دل میکنی، در حقیقت همون نماز میخونی، داری اون ضعف خودتو میریزی بیرون و داری میگی و به زبون میاری ضعف خودتو و شما باورتون میشه که این انسان‌های متکبر حتی توی دلشون هم نمیتونن اون ضعف خودشون رو به زبون بیارن، انقدر که متکبرن، چون نمیخوان باور کنن که ضعیفن. مثلا خیلی با کراهت و به سختی مثلا با خدا صحبت میکنن. یعنی پس شما اگر دیدین حرف زدنتون با خداوند خیلی سخته و ازش کراهت دارین، بدونید که شما یه آدم مغرورین. اینجا مگر بر فروتن همان کسانی که میدانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و به سوی او باز خواهند گشت. این کسایی که در حقیقت به آخرت ایمان دارن و میدونن که این دنیای موقتیه و اصل دنیا اون دنیای دیگه است که واقعا ارزششو نداره که به خاطر این دنیا بخوایم حالا انقدر تکبر بورزیم. اون افرادی که خداوند میگه این خاشع‌اند در حقیقت و درخواست میکنه. و دوباره خداوند میگه ای فرزندان اسرائیل، از نعمتهایم که بر شما ارزانی داشتم و اینکه من شما را بر جهانیان برتری دادم یاد کنید. اینجا خداوند میگه که به این دوباره خداوند برای بار دوم داره میگه که ای فرزندان اسرائیل، نعمتهایم را که به شما ارزانی داشتم یاد کنید و اینکه شما را بر جهانیان برتری دادم. خداوند داره به وضوح میگه که در یک دوره از تاریخ
در حقیقت بنی اسرائیل یعنی برترین آدم‌های زمین بودن. حالا نمیدونم از چه نظری، ولی اینجا از نظر برخوردار شدن از نعمت خداوند، یعنی از بیشترین نعمت‌های خداوند برخوردار بود. اینجا که خداوند میگه من شما به جهانیان برتری دادم، یعنی اینکه بیشترین نعمت‌هایی که داده بودم تو زمین به یک قومی به شما داده بودم. و حتی همین الانش هم شما نگاه بکنید می‌بینی که اسرائیلی‌ها کم ندارن همش. و خداوند میگه که اینو یاد کنین. یعنی چی؟ یعنی که بدونین که اینا رو خودتون به دست نیاوردین، اینا رو من به شما دادم. اگه دلم بخواد به راحتی میتونم ازتون بگیرم. خداوند داره یعنی اینطوری میگه. و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی را از کسی دفع نمی کند و نه از او شفاعتی پذیرفته و نه به جای وی بدلی گرفته می شود و نه یاری خواهند شد. یعنی روز مجازات، یعنی روزی که دیگه هیچ کس نمیتونه بیاد اون مثلا مجازاتی که شما قرار بشین رو از شما دفع کنه. مثلا دارم میگم الان شاید اگر قرار باشه جامعه جهانی شما رو مجازات کنه، مثلا ترامپ بیاد شما رو نجات بده، خب الان در حال حاضر. ولی اگر این روند نسل‌کشی شما ادامه پیدا کنه، کار به یک جای میرسه که دیگه حتی مثلا ترامپی هم نخواهد بود، یعنی حتی اونم ممکنه جهتش عوض بشه و دیگه هیچ کس نخواهد بود که در اون روز مثلا بیاد چیزی رو از شما دفع کنه و برای شما به حساب شفاعتی بکنه، یا اینکه به جای شما یک نفر دیگر رو مثلا بیان مجازات کنن. همچی اتفاقا نمیفته. الان مثلا شاید این اتفاقا بیفته و میبینیم که خب هنوز شاید کار به اون جای باریک زیاد نرسه، ولی خداوند میگه بترسید از اون روزی که کار به اون جای باریک میرسه. اگه با همین فرمان پیش برین، کار مطمئناً به اون جاهای باریک خواهد رسید که دیگه هیچ کس یعنی از شما حمایت نمیکنه دیگه. تنها میشین. تنها یه نفر هست، خب ولی اون موقع دیگه یه نفری هم نخواهد. و آیه بعدی میگه و به یاد آرید آنگاه که شما را از چنگ فرعونیان رهانیدیم، شما را سخت شکنجه می‌کردند، پسران شما را سر می‌بریدند و زن‌هایتان را زنده می‌گذاشتند و در آن امر بلا و آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود. یعنی اون زمانی که زمان حضرت موسی بوده، خداوند اشاره میکنه که فرعون حتی اینجا علامت فرعونیان نه ببخشید آل فرعون ها دیگه. آل فرعون یعنی همون فرعونه و گروهش کلا شما رو به عبارتی اسارت گرفت، یعنی کل شما رو، کل قوم شما رو، کل ملت شما رو به اسارت گرفته بوده و شما هیچ کاری نمیتونستید بکنید. پسرای شما رو میکشتن و زنای شما رو هم زندانی میکردن. حالا مثلا شما دقت بکنید، حالا مثلا اینجا الان میبینیش خود الان بنی اسرائیل داره دقیقا همون کار رو با فلسطین انجام میده. این کاری که یک زمانی، این بلایی که یک زمانی به سر خودشون اومد. اینجا که مثلا ببین خداوند میگه که اینجا که میگه که شما را سخت شکنجه میکردن و پسران شما را سر میبریدن. این یعنی چی؟ این یعنی داشتن نسل کشی میکردن دیگه به عبارتی. یعنی فرعون میخواست نسل بنی اسرائیل رو کلا منقرض کنه.
داشت نسل کشی میکرد. به عبارت وقتی پسرای اون قوم رو داره میکشه، یعنی داره نسلشون رو منقرض میکنه و زنهاشون رو هم زنده نگه میداشت و مثلا اونا رو هم بالا میکشتن بعدن دیگه. ولی نکته ای که مهمه، یعنی فرعون داشته نسل کشی میکرد. الان کی داره نسل کشی میکنه؟ الان داره بنی اسرائیل، خود همین اسرائیل داره نسل کشی میکنه. زنهایتان را زنده میگذارند، آزمایش بزرگی از شما برآمد. بله اینطوری. یعنی در حقیقت خداوند شما رو حالا اومد به واسطه یکی از پیامبراش از اون نسل کشی آشکار، شما رو آشکارا، اینجا آشکار نگفته، نه ولی خب آشکارا داشتن این کار میکنن، هیچ کس هم نمیتونست جلوشو بگیره، جلوی فرعون. یک پیامبر فرستاد از خود اون. خب چون موسی توی مثلا قصر فرعون بود دیگه، از خود حالا هم تقریبا همون فرعونیا که این بنی اسرائیل رو نجات بده. خب آیه 50 رو هم بخونم و تمام. و هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات بخشیدیم و فرعونیان را در حالی که شما نظاره می کردید غرق کردیم. و اینجا رو باید دقت کنیم. اگر شما امروز به جای فرعونیان هستین، پس یه پیامبری ممکنه بیاد فلسطینی‌ها رو نجات بده و این بار شما تو دریا غرق بشین. این اتفاق اصلا بعید نیست. پس همونطور که خداوندم گفته بود، تا قبل از اینکه کار به جای باریک برسه تو اون صفحه قبل و دیگه هیچ شفاعتگری برای شما نباشه، بهتره که راه بازگشت، یعنی برگردین، راه درست انتخاب کنین. خب آره. و بعدش هم که دیگه اینجا میگه که خداوند نجات بخشید و در حالی که شما نظاره میکردید، یعنی شما هیچ کاری نکردین، شما صرفا شما هیچ قدرتی نداشتین بخواین کاری بکنین، خدا همه کار رو برای شما کرد و این باید یعنی شکرگزار باشین. اگر این کار رو نمیکرد شما الان نسلتون منقرض شده، یعنی اصلا بنی اسرائیلی وجود نداشت. بنی اسرائیل میدونین اصلا از کجا بوده؟ خداوند گفته بود که تو کشتی نوح یک کسی بوده به اسم اسرائیل که از قوم نوح هم نیست این اسرائیل، یعنی اون ریشه و تبارش از یک جای دیگه است. این قوم نوح میاد میرسه به کی؟ به فکر کنم به نمیدونم، شاید هم به ابراهیم نرسه، مثلا هود و فلان اینا. ولی اون بنی اسرائیل پیامبراش یک شاخه دیگه کلا، یعنی از نوح یه پیامبرایی میاد، از اون بنی اسرائیل یه پیامبر دیگه میاد، بعد اینا آخر سر بنی اسرائیل میاد میرسه به عیسی تهش، آخرین پیامبرشون. و مال نوح هم آخرش فکر میکنم، اما اونو مطمئن نیستم کدوم میشه، ولی باز میدونم که ابراهیم هم یکی از پیامبرایی بوده که پدرانش هیچ کدوم پیامبر نبودن، یعنی از قوم و اقوام پیامبرا نبود. اینم هست، اینم گفتم که بدونید. و محمد هم همینطور. محمد هم کسی بوده که باز پدرانش و اقوامش و اینا هیچ کدوم پیامبر نبودن، ولی پیامبر دیگر نامگی همه از اون شاخه پیامبران اینطوری بودن.
خب حالا من یک لحظه ویدیو رو استاپ میزنم تا برم سراغ مباحث اقتصادی. خب اینجا میخواستم راجع به این طرح آتش‌بس برای قطر ترامپ که به آتش‌بس غزه گفته راجع به این صحبت کنم و بخونم این طرح و نظرم رو بگم. ببین از داخل طرح من یه بار اینو خوندم، البته مشخص بود که داره تضمین‌هایی به اسرائیل داده میشه در حقیقت، و این خودش نشانگر این که اسرائیل چقدر دنبال تضمینه و چقدر بی‌اعتماده. و حالا چیزی که حالا میخوام بخونم دیگه، به نام خدا. 1. غزه منطقه‌ای عاری از تروریسم خواهد بود که تهدیدی برای همسایگان خود محسوب نمی‌شود. خب این چیز خوبیه، یعنی به منظور از همسایگان البته بیشتر همون خودتون میدونین دیگه، منظور اسرائیل، که یعنی مثلا خطری اسرائیل رو تهدید کنه. غزه به نفع مردم غزه که بیش از حد رنج کشیدن بازسازی خواهد شد. این چیز خیلی خوب. خب یعنی اگر واقعا غزه رو بازسازی بکنن، این بازسازی غزه این خیلی خوبه. بابا اینهاش بازسازی غزه خیلی خوبه. اگر هر دو طرف با این پیشنهاد موافقت کنند، جنگ بلافاصله پایان می‌یابد. بلافاصله، این کلمات باید دقت کرد. نیروهای اسرائیلی برای آماده شدن جهت آزادی اسرا به خط مورد توافق نشینی خواهند کرد. در این مدت تمام عملیات نظامی از جمله بمباران هوایی و توپخانه‌ای به حالت تعلیق در خواهد آمد و خطوط نبرد تا زمان تحقق شرایط برای عقب نشینی کامل مرحله‌ای مسدود خواهند ماند. یعنی اون اینو من خوب نفهمیدم، ولی فکر کنم منظورشون اینه که اون نیروهاشون کامل عقب نشینی نمی‌کنن، اون خطشون رو حفظ می‌کنن، ولی حملات خودشون رو کاملا متوقف می‌کنن. یعنی بلافاصله که جنگ متوقف میشه به معنی اینه که اسرائیل به اون خط مورد توافق که حالا نمیدونم چه خطیه نیروهاش رو عقب میکشه و حملات هوایی و توپخانه‌ای و عملیات زمینیشون همه متوقف. عملیات نظامی که منظورم عملیات زمینیه احتمالاً به حالت تعلیق در میاد، یعنی مردم در امنیت خواهند بود، البته به شرطی که این کار رو واقعا انجام بده اسرائیل، چون میدونید که اسرائیل دروغگو مکاره. حالا این بار چون کشورهای عربی با این طرح موافقت کردن و ضامنش هم آمریکاه، در کشورهای عربی هم البته حالا باشن، شاید بشه یکم بهتر به این قضیه نگاه کرد، ولی هیچ اعتمادی به اسرائیل نیست. خیلی راحت میگم. ببین ولی با این حال چون ضامن طرح آمریکا داده، یعنی ضامنش آمریکا دیگه، باید آمریکا چیز کنه که این اسرائیل این طرح رو درست انجام بده، یعنی واقعا حملاتش رو متوقف کنه. اینجا نوشته شده که تمام عملیات نظامی با حالت تعلیق در خواهد آمد. این واقعا باید اتفاق بیفته، نه اینکه یک دفعه باز ببینیم آتش بس شده زرتی اسرائیل فکر می‌کنم نزدیک 7-8 تا توافق آتش بس رو تا الان نقض کرده. فکر کنم 2-3 تا رو با لبنان نقض کرده، 1-2 تا رو با سوریه، یه چند تایی رو فکر کنم با خود ایران نقض کرد. یعنی نزدیک 7-8 تا توافق آتش بس نقض کرده. خب این پس به این کشورش اعتمادی نیست، مگر اینکه یکی بیاد اینو تضمین بکنه.
که این نقض نمیکنه دیگه. ظرف 72 ساعت پس از پذیرش عمومی این توافق توسط اسرائیل، تمام اسرا زنده و فوت شده بازگردانده خواهند شد. 72 ساعت یعنی 3 روز. خب پس از آزادی تمام گروگان‌ها، اسرائیل 250 زندانی محکوم به حبس ابد به علاوه 1700 نفر از اهالی غزه را که پس از 7 اکتبر بازداشت شده‌اند، از جمله تمام زنان و کودکان. تمام زنان و کودکان خیلی نکته مهمه، مخصوصا کودک. اصلا ببین خود این متن توافق میگه کودکان، یعنی حتی کودکان رو هم بازداشت کردن. یعنی دیگه چیزی نیست که از چشم کسی پوشیده باشه. داخل خود متن نوشته شده، متنی که آمریکا نوشته از جمله زنان و کودکان، یعنی دیگه بر هیچ کس پوشیده نیست که اسرائیل حتی کودکان رو هم داخل زندان میندازه. یعنی بچه های زیر 5 سال رو هم، زیر 10 سال رو هم انداخته بود داخل قفس. زندان نبود اون، قفس بود. من دیدم دیگه. به این شرم‌آوره واقعا، باید خجالت بکشن. پس این آره، پس 72 بازداشت شدن از تمام زنان و کودکان که خیلی مهمه که در شرایط بازداشت شدن آزاد خواهد شد. در ازای هر اسیر اسرائیلی که بقایش آزاد شود، اسرائیل بقای 15 از غزه متوفی را آزاد خواهد کرد. پس از بازگشت همه اسرا، اعضای حماس که به همزیستی مسالمت آمیز و از رده خارج کردن سلاح‌های خود متعهد شوند، عفو عمومی دریافت خواهند کرد. و اعضای حماس که مایل به ترک غزه هستند، گذرگاه امنی به کشورهای پذیرنده داخل شوند. و اینجا گفته که مایل به ترک غزه هستند، یعنی نگفته که حتما مجبورن ترک کنن، گفته به کسایی که مایل هستن. خب شاید مایل نباشن، پس این به نظر من مشکلی نداره. ولی اگر مثلا میگفت که اعضای حماس باید حتما غزه رو ترک کنن، فکر میکنم این مشکل داشت، چون اونا میخواستن که اونجا زندگی بکنن. و پس اینطوری میشه که اینجا نوشته شده چی؟ که حالا اینجا مثلا نوشته که عفو عمومی، چون در اصل اون اسرائیله که باید مورد عفو واقع بشه، نه حماس. حماس کاری رو انجام داد که باید انجام داد. در ازای اون همه قتل و خونریزی قبل 7 اکتبر، حماس این کار انجام 7 اکتبر انجام. کسی که باید مورد عفو واقع بشه اون اسرائیله، نه حماس. ولی حالا اینجا مثلا به حساب خودشون نوشتن که آره عفو عمومی و فلان. حالا باشه، قبوله. اینم یعنی اینکه مثلا دیگه چیزه. و اینو باید اسرائیل متعهد باشه، نه اینکه باز جاسوساشو بفرست و نمیدونم اذیت بکنه و اینجور چیزا. ما نداریم. یعنی اگه اسرائیل این کارو بکنه، باید یه مجازاتی براش در نظر گرفته بشه. خب الان هم کشورهای دیگه نباید بیان رابطه خودشون با اسرائیل فعال بکنن دوباره. باید وایستن رابطه خودشون اصلا هم فعال نکنن تا اسرائیل به تک تک بندهای این توافق دقیقا همونطور که داخل اینجا اومده عمل بکنه. چون اسرائیل اصلا قابل اعتماد نیست. بنجاده پس از پذیرش این توافق، کمک‌های کامل بلافاصله به نوار غزه ارسال خواهد شد که این خیلی خوبه. حداقل میزان کمک‌ها با آنچه در توافق 19
ژانویه فرانک در مورد کمک‌های بررسی دوستان گنجانش شده بود، از جمله بازسازی زیرساخت‌های آب و برق و فاضلاب، بازسازی بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها، ورود تجهیزات لازم برای جمع‌آوری آوار و باز کردن جاده‌ها مطابقت خواهد داشت. این خیلی ضروری و لازمه که باید حتما انجام بشه و این خب خیلی خوبه واقعا. ورود توزیع و کمک به نوار غزه بدون دخالت دو طرف از طریق سازمان ملل متحد و آژانس‌های آن و هلال احمر علاوه بر سایر نهادهای بین‌المللی که به هیچ وجه با هیچ یک از طرفین مرتبط نیستند انجام خواهد شد. باز کردن گذرگاه رفح در هر دو جهت تابع همان سازوکاری خواهد بود که تحت توافق این اجرا می‌شود. حالا نمی‌دونم توافقش چیه، ولی یعنی اینکه کمک‌های بشردوستانه میرسه به غزه، منظورش اینه. و اینجا نوشته که توزیع کمک‌های نوارغزه بدون دخالت دو، یعنی اینکه نه حماس دخالتی داره نه اسرائیل. خب باید اینو چک کنن که اسرائیل واقعا دخالت نداشته باشه، چون اسرائیل دخالت داشته باشه میبینه میاد یک دو سه تا از این مثلا کیسه های نون و آرد رو پاره میکنه. اونا این کار رو میکردن دیگه، انجام خواهد شد. باز کردن گذرگاه رفح و اینا. خب آره، تحت نظارت نهادهای بین‌المللی. اگه واقعا تحت نظارت نهادهای بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه پخش بشه، خب این خوبه. غزه تحت حکومت موقت انتقالی یک کمیته تکنوکرات، نمیدونم حالا این یعنی چی، و غیر سیاسی فلسطینی. بهتون غیر سیاسی که معنی نمیده، همه چیزا یک ها قشر سیاسی دارن، ولی مثلا قشری که مرتبط با مردم فلسطین بیشتر باشه. و حالا اینجا نوشته غیر سیاسی. غیر سیاسی فلسطینی اداره خواهد شد که مسئول اداره خدمات عمومی شهرداری های روزانه برای مردم غزه است. یعنی یک کمیته متشکل از مردم خود غزه. این کمیته متشکل از فلسطینی‌های واجد شرایط و کارشناسان بین‌المللی خواهد بود. کارشناسان بین‌المللی و کارشناسان بین‌المللی هم میتونن بیان و تحت نظارت و سرپرستی یک نهاد انتقالی بین‌المللی جدید به اسم شورای صلح به ریاست دونالد ترامپ و سایر اعضا. خب اینجا ببین نوشته سایر اعضا، من میخوام بدونم سایر اعضا چه کسایی هستن. اسرائیل اسرائیل نیست مطمئنا، ولی و نباید باشه. و سران کشورها از جمله تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس خواهد بود. این نهاد چارچوب را تعیین کرده و بودجه لازم برای توسعه مجدد غزه را تامین غزه را تا زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطین برنامه اصلاحات خود را همانطور که در پیشنهادهای مختلف از جمله طرح صلح رئیس جمهور ترامپ در سال 2020 و پیشنهاد عربستان سعودی فرانسه تشریح شده است تکمیل کند و بتواند به طور ایمن و مؤثر کنترل غزه را پس بگیرد مدیریت خواهد کرد. یعنی که این نهاده احتمالاً این نهاده که گفته تحت ریاست دونالد ترامپ از سایر اعضا احتمالاً کشورهای عربی میشه و نخست وزیر انگلیس. خب اگر این سایر اعضا کشورهای عربی باشه این خب خوبه احتمالاً، چون آره احتمالاً باید خوب باشه. و حالا تونی بلر رو من نمیدونم کی و آمریکا هم باید باشه، چون تنها کسی که میتونه اسرائیل مهار بکنه آمریکاه. چون ما میدونیم که کی میخواد اسرائیل رو گارانتی بکنه، آمریکا میتونه گارانتی بکنه. بعد تکمیل کنم. خب تا کجا بود؟ تا اینجا. این نهاد از بهترین استانداردهای بین‌المللی برای ایجاد یک حکومت مدرن و کارآمد که در خدمت مردم غزه باشد و برای جذب سرمایه‌گذاری مفید باشد استفاده خواهد کرد.
و اگر این حرفایی که اینجا حرفای قلمبه زیاد اومده، اگر این حرفایی که اینجا اومده رو واقعا اجرا کنن، خب این خیلی خوبه. گفتم مثلا اینجا حکومت اومده کاملا که در خدمت مردم قضایی باشد و برای جذب سرمایه‌گذاری مفید باشد استفاده خواهد. خب این مثلا خیلی خوبه. چی شد؟ دوباره از اول. خب استفاده خواهد. طرح توسعه اقتصادی ترامپ برای بازسازی و احیای غزه با تشکیل هیئتی از متخصصان که بتوانند به تولد برخی از شهرهای معجزه‌آسای مدرن و پرزر و برق در خاورمیانه کمک کردند تدوین خواهد شد. احتمالاً کشورهای عربی میشه متخصصان، یعنی احتمال زیاد بسیاری از پیشنهادهای سرمایه‌گذاری متفکرانه و ایده‌های توسعه‌ای یه هیجان انگیز توسط گروه‌های بین‌المللی خیرخواه ارائه شده است و برای ترکیب چارچوب‌های امنیتی، این خیلی مهمه، و حاکمیتی جهت جذب و تسهیل این سرمایه‌گذاری‌ها که باعث ایجاد شغل، فرصت و امید برای آینده غزه خواهد شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و اینجا خیلی مهمه که این چارچوب‌های امنیتی تحت نظارت از مردم خود فلسطین تشکیل شده باشه. حالا نظارت بین‌المللی یه سازمان ملل اگه میخواد باشه اشکالی نداره، ولی حداقل بعد اینکه ثبات پیدا کرد، حالا مثلا تو اون دولت انتقالی مثلا چارچوب امنیتی شاید کشورهای دیگه عربی هم دخالت داشته باشن، ولی بعد از اینکه اون ثبات ایجاد شد و اون شد دیگه فقط به دست خود مردم فلسطین باشه این چارچوب امنیتی. و حالا میتونه حالا نهادهای بین‌المللی هم باشه، نمیدونم، یک منطقه ویژه اقتصادی با نرخ ترفیع و دسترسی ترجیحی ایجاد خواهد شد که با کشورهای شرکت کننده مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. منطقه اقتصادی عملا یعنی میشه یک کشور دیگه. منطقه اقتصادی یعنی همون که یه تعرفه وقتی داشته باشه. هیچ کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد و کسانی که مایل به ترک آن هستند آزاد خواهند بود که این کار را انجام دهند و آزادانه بازگردند. ما مردم را تشویق ماندن خواهیم کرد و به آنها فرصت ساختن غزه بهتر خواهند. حالا امیدوارم که راست باشه. حماس و سایر جناح‌ها موافقت می‌کنند که هیچ نقشی در حکومت غزه به طور مستقیم، غیر مستقیم یا به هر شکل دیگری نداشته باشند. تمام زیرساخت‌های نظامی، تروریستی و تهاجمی از جمله تونل‌ها و تأسیسات تولید سلاح نابود شده و بازسازی نخواهد شد. فرایندی برای غیر نظامی سازی غزه تحت نظارت ناظران مستقل انجام خواهد شد که شامل قرار دادن این ناظران مستقل کیان انجام خواهد شد که شامل قرار دادن سلاح‌ها به طور دائم و غیر قابل استفاده از طریق یک فرآیند توافق شده برای از زده خارج کردن آنها و پشتیبانی شده توسط یک برنامه بازخرید و ادغام مجدد با بودجه بین‌المللی که همه توسط ناظران مستقل تایید شده است خواهد بود. غزه جدید کاملا متعهد به ایجاد یک اقتصاد شکوفا و همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان خواهد بود. اگر واقعا اسرائیل پاشو از غزه بیرون بکشه، یعنی ارتشش بره بیرون. ببین من چون یادمه شما اگر دقت کرده باشین تو کرانه باختری و غزه، تو غزه نه ولی تو کرانه باختری مثلا اصلا ارتش اسرائیل همه جا جولان میدن. ارتش اسرائیل با تانک توی خیابونا میره، با تانک توی کوچه ها میره، توی مغازه ها میره. یه دفعه میبینید یه بولدوزرش اومد رفت تو مغازه، رفت تو خونه. و این اذیت کردن فلسطینیان نباید دیگه وجود داشته باشه، چون اذیت کردن فلسطینیان نتیجهش میشه 7 اکتبر.
این یه چیزی مشخصه. اگر دوباره اذیتشون بکنی دوباره نتیجهش میشه یه 7 اکتبر دیگه. این یه چیز کاملا واضحه. شما یه مسیری رو رفتی نتیجهش شد این، اگه دوباره همون مسیر رو بری نتیجهش نباید انتظار داشته باشی که یه چیز دیگه ای بشه، نتیجهش بازم میشه همون. پس اینجا اگه واقعا اسرائیل دیگه اذیت نکنه فلسطینی‌ها رو و آمریکا رو تضمین بده، میتونه این زیرساخت‌های نظامی نابود بشه و دیگه خب این زیرساخت‌های نظامی در حقیقت پرپس و هدفی که داشت این بود که به همینجا برسه دیگه، که دیگه اذیت کردن مردم فلسطین تمام بشه. اگه واقعا تمام بشه خب پس میتونه زیرساخت‌های نظامی هم دیگه از بین بره. شرکای منطقه‌ای تضمینی ارائه خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که حماس و جناح‌ها به تعهدات خود عمل می‌کنند و غزه جدید هیچ تهدیدی بر همسایگان ندارد. چندین بار گفته هیچ تهدیدی بر همسایگان، یعنی خیلی مشخصه که تهدیدی بر همسایگان مردمان ایجاد نمی‌کنه. ایالات متحده با شرکای عرب و بین‌المللی برای ایجاد یک نیروی موقت ثبات بخش چه بین‌المللی یا ISF برای استقرار فوری در غزه همکاری خواهد با شرکای عرب. اون اول و بین‌المللی. اون اولش آره دیگه بالاخره عرب و بین‌المللی شد. نیروهای پلیس فلسطینی تایید صلاحیت شده در غزه را آموزش داده و از آنها پشتیبانی خواهد کرد و با اردن و مصر که تجربه گسترده‌ای در این زمینه دارند مشورت خواهد کرد. این نیرو راه حل بلند مدت امنیت داخلی خواهد بود. ISF با اسرائیل و مصر برای کمک به تأمین امنیت مناطق مرزی به همراه نیروهای پلیس فلسطینی تازه آموزش دیده همکاری خواهد کرد. جلوگیری از ورود مهمات به غزه و تصویب جریان سریع و ایمن کارها برای بازسازی و احیای غزه بسیار مهم است. طرفین در سر یک سازوکار رفع درگیری توافق خواهند کرد. اسرائیل غزه را اشغال یا ضمیمه نخواهد کرد. این مهمه. همزمان با تثبیت کنترل و ثبات توسط نیروهای اسرائیل بر اساس استانداردها، نقاط عطف و چارچوب‌های زمانی مرتبط با غیرنظامی سازی که بین نیروهای اسرائیل، ضامنها و ایالات متحده توافق خواهد شد در غزه‌نشینی خواهند کرد. خب نیروهای اسرائیلی یعنی با هدف ایجاد غزه امن که دیگر تهدیدی در اسرائیل مثل شهروندان نباشد، در عمل نیروهای اسرائیل تجدید قرار غزه را که اشغال کرده‌اند، کنم تو ترجمه فارسیش نوشته اشغال کردن، نه توی عربیش که ننوشته، تو انگلیسیش که احتمالا نوشته اشغال کرد، طبق توافقی که با مقامات انتقال انجام میدن تا زمان خروجی کامل از غزه به نیروهای اسرائیل به نیروهای امنیتی اسرائیل تحویل میدن. خب این که دوتاش هم یکیه که بجز مثلا اینجا اگر نیروهای اسرائیل به دست نیروهای اون ISF یا نیروهای کشور عربی بدن یه چیزی، و اینجا گفتیم نیروهای اسرائیل به دست نیروهای امنیتی اسرائیل بدن، خب اینا دوتاش نیروهای اسرائیل هم، اینا دوتاش هم آدم کشه، فرق نمیکنه. بجز حضور امنیتی در حاشیه غزه که تا زمان ایمن سازی، حالا حضور امنیتی در حاشیه غزه به خودشون مربوطه، میتونن بیرون غزه اون دور غزه وایسن. از من تروریستی در صورتی که حماس پیشنهاد را به تأخیر رد کنند، موارد فوق از مقامات امداد رسانی گسترده و تروریسم دفاعی به نیروهای امنیتی اسرائیل تبدیل داده شده است ادامه خواهد یافت. یک فرآیند گفتگو بین ادیان بر اساس ارزش‌های مدارا و همزیستی مسلمان ایجاد خواهد شد تا به تأکید بر مزایایی که می‌تواند صلح به دست آورد و ذهنیت‌ها و روایت‌های فلسطینی و اسرائیلی‌ها را تغییر دهد. این جالبه، حتی نمیدونم منظورش چیه ولی جدید بود، میتونه خوب باشه. در حالی که توسعه مجدد غزه پیشرفت میکند،
و برنامه اصلاحات تشکیلات خودگران به طور کامل اجرا می‌شود، ممکن است سرانجام شرایط برای مسیری معتبر به سوی خودمختاری و تشکیل کشور فلسطین که ما آن را آرمان مردم فلسطین می‌دانیم فراهم شود. این خیلی خوبه این قسمت 19 دقیقا همون چیزی که فلسطینی‌ها دقیقا به کمکشون بکنن که بتونن یک کشور برای خودشون بسازن. خب این خیلی خوبه. ایالات متحده گفتگویی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها برقرار خواهد کرد تا در مورد افق سیاسی برای همزیستی مساعدت‌آمیز مرفه به توافق برسند. بسیار خوب. این توافق اگر که واقعا آمریکا تضمین بده که اسرائیل این توافق رو همون طوری که داخل بندش آمده اجرا میکنه، هرچند یه ذره ریسکیه بازم، ولی میتونه توافق خوبی باشه با این حال. یعنی دقیقا همون چیزی باشه که دیگه هست باید باشه به نظر. آره فکر میکنم این باید توافق خوب باشه. و بسیار خوب، این از این. چقدر شد؟ 56. خب دیگه من گفتم کافیه. امیدوارم که این توافق هم اجرا هم چیز بشه، موافقت بشه باش، همین که از طرف اسرائیل، از هر دو طرف و مخصوصا طرف اسرائیلی که همیشه توافقها رو نقض میکنه و همه اینو میدونن، خودشون هم میدونن، به درستی اجرا بشه. یعنی کامل اونطوری که داخل بند اومده اجرا بشه و به نتیجه مطلوب برای فلسطینی ها و حتی خود حالا اسرائیلی ها هم برسه. اما اسرائیلی ها که خودشون جنگ رو شروع کردن ولی الان خودشون هم توی همین باطلاقی که درست کردن گیر کردن مشخصا و دردسر شده برای خودشون و همین. و امیدوارم که ویدیو مفید بوده باشه و دیگه خداحافظ.